برای در سطح بلند استقبال گرفتن جشن‌های بزرگ کشور از جمله 26 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام مناطق کشور کارهای آبادانی و سازندگی متشکلانه ادامه دارد. چون این کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه شهرنو نیز به نظر می‌رسد. مرکزهای اهالی‌نشین طبیعی است که به سبزکاری و بنیاد گلگشت‌ها نیاز دارند. این مسئولیت بر دوش قطعه کبودی‌زارکنی شعبه منزلی کمونالی و خواجگیداری نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو واگذار شده است. در فصل بهار از جانب این مؤسسه معرکه کبودی‌زارکنی و آبادانی با موفقیت انجام داده شده بود که امروز اطراف شهرک نوبنیاد شهرنو باغ مرکزی و کوچه و خیابان‌ها واقعا آباد و زیبا گشته است. من امروز ما تصمیم گرفتیم که با اهل محله برآمده حشر عمومی خلق کرده برای یعنی جشن استقلالیت 9 سپتامبر تیاری دیده راه‌ها رو تازه کردیم، بخوی درخت‌ها رو نرم کردیم و می‌خواهیم که همین جشن استقلالیت ناز گذارد. در قطعه کبودی‌زارکنی شعبه منزلی کمونالی و خواجگیداری نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو 50 نفر کارگران کار میکنند. در درآمدگاه ناحیه در اطراف بناهای محلی و راههای دوره شکل آن گل‌های هرخیله شناخته شده است که همه این مسئول زحمت کارمندان قطعه کبودی‌زارکنی شعبه منزلی کمونالی و شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهرنو میباشد. در هر یک چوره‌بینی بیش از 1000 نفر شهروندان ساکن ناحیه شهرنو اشتراک می‌برند. این چنین در دوره جشن 26 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه آزمون محله بهترین گذرانده شد که در دوره همین آزمون چی گویم قریب تمام محله‌های ناحیه به ترتیب درآورده شد که مردم با یک هوسمندی در همین چوره‌بینی اشتراک نمودند. عموما کوچه حدود محله‌های اهالی‌نشین را به ترتیب درآوردند که این هم با زیبایی و آزاده گرداندن محیط زیست ساکنان ناحیه و این چنین با بلند برداشتن حس و تندرستی آنها مساعدت میکنند. با مقصد آبادی و سازندگی ناحیه کارمندان قطعه کبودی‌زارکنی شعبه منزلی کمونالی و خواجگیداری شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهرنو تصمیم گرفتند که من بعد نیز فعالیت خود را جهت زیبایی اطراف و سالمی جامعه روانه سازند.